یک زن از دنیا میگذرد و در شکمش فرزند دارد، خود گذشته است و فرزند زنده هست، چیکار کنی؟ این برادر ملا گفته است که مذهب ما در جایز نیست حتی موی بدن او را کندن. موی بدن کندن و از این مسئله باید که ما استثناء کنیم. اون ملا این موی کندن و موی سر شانه کردن این دیگر موضوع است و این فرزندی که در شکم این زن است این دیگر موضوع است. مذهب ما از دسته بعضی همین ملاهایی که مذهب ما باور کردن همین مذهب ابو حنیفه قریب سیاه شده ایستاده است. چیزی را که نمیدانی از مذهب این گونه فتوا نده. رسول اکرم میگه من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. کسی که اگر به علم فتوا میدهد وای در این فتوای دادگیش در نزد خدا گناهگار است. همین ابو حنیفه که ما مذهب ایشان داریم، ما صدقه ابو حنیفه میشیم، ما خاک پای ابو حنیفه نمیشیم. و همه شما را دعوت میکنم که از مذهب حضرت هیچ وقت ما و شما باید جدا نشویم، زیرا ابو حنیفه را امروز مردم ما نمیشناسند. خود ابو حنیفه میگوید فتوا ندهین در صورتی که ندانین که من خود از کجا گفتم. تا وقتی ندانین که همون سندی که من روایت کردم سند اگر شما ندانین شما از نام من روایت نکنین. امروز همه فتوا میدهد، از خدا بترسید. فتوا این آشخوری و پلاخری نیست. این فتوا خواندن و فتوا نگاه کردن این کتاب کشاده میکنی، تفسیر نگاه میکنی، معنای حدیث نگاه میکنی. نمیدانی شرم نکن رفته مرحمت از فلان داملا بپرس بگو، اینش در تو ثواب میگیری. وقتی اگر همچنان شد مذهب ما و شما و مذهب امام شافعی اتفاقا میگوید که وقتی همین حالت که رخ داد در حال کارچه را بگیرین شکم پاره کنین، شکم وای پاره کنین، این فرزند از داخل شکم بیرون کنین. اینا مذهب ابو حنیفه و مذهب امام شافعی میگه. مذهب امام احمد اجازت ندادن. مذهب امام مالک باشد فتوا با مذهب ابو حنیفه دادن، گفتن چاک کنین، طفل بگیرین. اگر مبادا زنده آمد خوش به حال همه ما و شما. اگر زنده نآمد یگان حرکت نداشته باشد تمام باید میپیچونیم برده میگرانیم، تمام میشود فتوا بر جای خود آمد. مسئله حالش همین است. ابو حنیفه را وقتی میگه سوال کردن آیا در یگان مسئله پشیمان شده ای؟ حضرت گفتن یک مسئله را من جواب گفته بودم لیکن نمیدانم که حالی وای چی شده باشد. گفتن چی مسئله است؟ گفت یک زن را در حالت حمل فتوا دادم که شکم وای پاره کنن، حالی و فرزند چی شده باشد؟ اون فرزند در نزد ابو حنیفه خود سوال کننده بود. گفت همان زنی را که تو فتوا دادی و از شکم وای فرزند بیرون کردن الحال همون فرزند من هستم. همون فرزند من هستم که امروز خداوند مرا عالم ساخته است، خدمتگار اسلام کرده است.